یک زنی پیری بود. او تنها یک پسر داشت. پسرش دانشگاه را ختم نمود و به دختری عاشق شد. میخواست با او عائله دار شود. مادرش را به خواستگاری روان کرد. خواستگاری کردند. خلاص توی برپا شد. همه شادی و خرسندی میکردند. داماد و عروس در کناری هم نشسته بودند. مادر داماد نیز در کنار آنها نشسته بود. عروس با صدای پست به داماد گفت: مادرت را بگو از نزد ما برود، زیرا از او خوشم نمی آید. داماد حیران شد. از جای برخیست و به نزد بلندگویک رفت و با صدای بلند چنین گفت: کی مادری مرا می خرد؟ همه حیران شدند. همه گوش می کردند و این کلمه را 3 مرتبه تکرار کرد. کسی چیزی نمی گفت. همه خاموشانه می نگریستند. سپس داماد انگشترین را از دستش برآورده به طرف عروس رفت و گفت: من مادرم را می خرم. و به عروس گفت: جوابت را دادم. و مادرش را گرفته از آنجا رفت.